این وحدت و فرماندهی کل قوا حضرت امام نبود، مردم این چنین بسیج نمی شدن. یعنی نبود کسی در داخل کشور به غیر از منافقین که رفتن پناهنده شدن به صدام و عملا ستون پنجم اونا شدن، ولی همه ملت نیروهای مسلح ما یک دل یک پارچه در مقابل دشمن سفارایی کردند. تو همین جنگ 12 روزه دفاع مقدس ما همین رو شاهد بودیم که همه نیروهای مسلح ما و حتی گروه‌های سیاسی و کسایی که به هر حال وابستگی‌های خاصی نسبت به مسائل سیاسی داشتن، همه اومدن در دفاع از ملت و در مقابل با رژیم صهیونیستی و امریکا قرار گرفت. تبادل هم اطلاعات، هم تکنولوژی، هم مسائل مختلف وجود داشت. همون موقع هم جنگ افغانستان هم آغاز شد، یعنی حمله شوروی به افغانستان تقریبا با پیروزی انقلاب اسلامی شد. ما خب کمک میکردیم بهشون به لحاظ اینکه معتقد بودیم که افغانستان بخشی از امت اسلامیه و باید بهش کمک کرد. خب ما تمام قد رفتیم به کمک. برامون هم اون موقع مهم نبود که اهل شیعه هستن، سنی هستن. این اختلافات بین شیعه و سنی اصلا وجود نداشت. همه سعی میکردن که دفاع کنن در مقابل اون موقع شورای امامان کفر مطرح بود، در مقابل اسلام در مقابل کفر بود. شعرهای مثل احمد شاه مسعود مثلا و حال ما کمکش میکردیم. شهید حاج قاسم سلیمانی بارها باشون بالاخره ملاقات داشته، کمک کرده و ما شاهد بودیم که این چهره ضد امپریالیستی در افغانی وجود داره و در ذاتشونه.